дар машқгоҳҳои низомии ҳарбмайдони ҳудуди гарнизони хатлон марҳилаи ниҳоии машқҳои муштараки қувваҳои дастаҷамъии густариши зудамали минтақаи Осиёи марказии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҷамъбасту натиҷагирӣ карда шуд. Дар машқгоҳ зиёда аз 1000 нафар нерӯи мусаллаҳи кишварҳои аъзои ин созмон дар ҳамоҳангӣ беш аз 500 нишонаи муайяншударо ки душманони шартиро таҷассум менамуд мавриди ҳадаф қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. طبق مطلبی به مشق‌های مشترک پیشبینی گردیده، هیئت قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعملی منطقه آسیای مرکزی سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی بهر تشکیل عملیات ضد تروریستی 13 اکتبر سال روان از لحظه گرفتن اشاره جنگی در وقت و ساعت مقرر گردیده توسط مرزهای زمینی و فضایی کشور و مسلح و مجهز با تکنیک و لوازمات حربی وارد تاجیکستان شدند و در مشقگاه نظامی حرب میدان گارنیزون ختلان که موضع برگزاری عملیات و منطقه برخورد مسلحانه معین گردیده بود مسکن گرفتند و در این موضع قرارگاه موقتی بنیاد نموده با گستردن خیمه های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی مشقگاه نظامی حرب میدان را در مدت کوتاه به میدان شرطی جنگ تبدیل داده موقع های خود را پررا اشغال نمودند. با همین ترتیب از 17 اکتبر سال روان هیئت معین شده قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعمل منطقه آسیای مرکزی سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی در مشقگاه نظامی حرب میدان چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند و با کارکرد و تعریضی نمودن مرحله‌های اساسی مشق‌ها شروع کردند. میدان شرطی جنگ یا خود مشقگاه نظامی حرب میدان با پهنایی زیاده از 200,000 متر مربع در قسمت جنوب کشور قرار داشته. آن از مرکز پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 170 کیلومتر و از محله‌های اهالی نشین نزدیک به آن تقریبا در مسافه 20 کیلومتر دورتر جایگیر است. از این رو وابسته بر ریلیف جغرافی در مشقگاه نظامی حرب میدان استفاده نمودن تمام سلاح و مهمات حاضر زمان حربی، تکنیک‌های وزنی زیرپوش جنگی، چرخبال و هواپیماهای مختلف نظامی و در مجموع تشکیل و راه اندازی نمودن همه گونه عملیات مسلحانه امکان پذیر می باشد. همین طریق صبح 21 اکتبر بهر نظارت و جنبست و نتیجه‌گیری نمودن دور نهایی مشق‌های مشترک قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعمل منطقه آسیای مرکزی وزیر مدافع مملکت سردار ستاد متحده سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی معاون کاتب ژنرالی این سازمان خبرنگاران سرشماری وسایل اخبار عامه داخل و خارج و دیگر شخصان رسمی به مشقگاه آمدند. از روی موضوع و طبق مطلبی به مشقگاه پیش بینی شده گویا یک گروه افراد غیرقانونی مسلح سرحد دولتی را عبور نموده بهر عملی نمودن هدفهای غرضناک خود میخواهند از سوی مرز دولتی وارد کشور ما گردند. برای دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن افراد سرحد شکن و غیرقانونی مسلح هیئت قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعمل منطقه آسیای مرکزی با جلب گروه‌های تعینات مخصوص جزو تام‌های حمله‌آور دیسنتی، پیاده نظام و سواره تیرانداز، تانکچیان و توپچیان و با استفاده تکنیک‌های وزین زیرپوش جنگی، آویاسیون حربی، واسطه‌های گوناگون ارتلری، سلاح و مهمات حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات جنگی به سوی دشمنان شرطی آتش شدید روانه می‌کنند. بعد ضربه‌زنی از سلاح و مهمات مختلف حربی هیئت تعیین شده نیروها برای پورا بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های تروریستی به هجوم دوردار می‌گذرند و در میدان شرطی جنگ یا خود مشقگاه نظامی حرب میدان افراد غیرقانونی مسلح را از هر طرف به محاصره گرفته آنها را تارمار می‌نمایند. در برابر جلب 1000 نفر هیئت شخصی اینچنین طبق نقشه و موافق به مطلب مشقگاه در این رزمایش وسیع نظامی چرخبال‌های می-8 می-24 هواپیماهای هجوم کننده محاربوی و ضربه‌زن بمب انداز و قیر کننده دستگاه‌های مخصوصی پرواز کننده بسرنشین بیش از 300 عدد تکنیک‌های زیرپوش جنگی
واسطه‌های گوناگون ارتلری، مقدار زیادی تکنیک‌های اتومبیلی، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی در آن استفاده شدند. در مشق‌های مشترک قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعملی منطقه آسیای مرکزی اینچنین عنصرهای مختلف ضد تروریستی از قبیل استفاده راه و واسطه‌های دسترس نمودن معلومات سریوقتی از رزمدکه فضایی و زمینی، تشکیل جبهه مدافعی، تصرف کمین رقیب با اصول حلقه دوردار به محاصره گرفتن دشمنان شرطی، گذشتن به هجوم جبهوی در مسافه‌های معین از عقبگاه دشمن و از فضا طریق اویاسیا، فرود آوردن دسانت حمله‌آور تاکتیکی، حمایت نمودن محله‌های اهالی نشین، بنا انشاءات مهم دولتی، از محل درگیری عملیات به جای بیخوف انتقال دادن مردم آسایشته و دیگر راه اصولهای مبارزه بر ضد افراد غیرقانونی مسلح را عملاً کارکرد و تحریزی نمودند. مورد به ذکر است که در صورت تهدید خطر به امنیت کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی، نیروهای مسلح دولت‌های اعضای آن وظیفه دارند که در وقت و ساعت مقرر گردیده به حدود کشورهای خطرزا فوراً انتقال یابند و با آمادگی بلند جنگی بر ضد هر گونه خوف و خطر مسلحانه سری وقت واکنش نشان دهند. از این خاطر طبق مطلبی با مشق‌ها پیش بینی گردیده، اشتراکچیان آن یک قطار عنصرهای مختلف ضد تروریستی را از روی سفربر نمودن و اداره کردن قشونها هنگام هجوم ناگهانی، تقویت بخشیدن هماهنگی نیروها ضمن عبور غیرقانونی مرزهای دولتی و با استفاده تمام راه و اصولها ایستادگری نمودن و مبارزه بردن را بر ضد تروریسم بین المللی و دیگر ظهورات نامطلوب عملاً کارکرد و تحریزی نمودند. ضمن جنبه است جزو تامهای قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعملی منطقه آسیای مرکزی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی با تکنیک و لوازمات حربی در میدان حدود مشق‌ها صف آراستند. وزیر مدافع مملکت و سردار ستاد متحده سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در نزد اشتراکچیان مشق‌ها عاید به هماهنگی دائمی جزء تامها، تبادل اطلاعات و تجربه آموزی در مبارزه مشترک ضد تروریستی و دایر به اهمیت و هدف برگزار نمودن رزمایش‌های مشترک حربی اظهار اندیشه کرده، از جمله ابراز داشتند که سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر سران دولت‌های منطقه و جهان دائما جانبدار حل مصالحت آمیز مناقشه‌های داخلی بوده، با کشورهای همسایه و صلح‌های سیاره همیشه بر ضد عمل‌های دهشتبار گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، تشکیلات‌های غیر قانونی و همه پدیده‌های نامطلوب عصر در مبارزه مشترک قرار دارد. در رفت سخنرانی اینچنین عاید به وضعیت نهایت مرکب و نامعتدل در افغانستان، افزایش یافتن تروریسم بین المللی و اکستریمیسم سیاسی، معاملات غیرقانونی مواد مخدر، وضع بسیار حساس بعضی از کشورهای منطقه و وابسته به گسترش یافتن دیگر عملهای نامطلوب جامعه بشری اظهار نگرانی کرده شد. ضمن نتیجه گیری از دور نهایی مشق‌های وسیع نظامی اینچنین به یک قطار اشتراکچیان فعال تمرین‌های مشترک مدال و افتخارنامه‌ها و دیگر تحفه‌های گوناگون خاطروی تقدیم گردید. گذشت نظامی افسران و سربازان و عموماً هیئت شخصی در مشق‌ها شرکت نموده از نزد منبر و هیئت‌های راهبری و فرماندهی یکی از آرایش‌های اساسی این چاره‌بینی حربی سیاسی و انجام بخشی مرحله‌های مشق‌های مشترک قوه‌های دسته‌جمعی گسترش زودعملی منطقه آسیای مرکزی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در مشق‌گاه حرب میدان گرنیزان ختلان گردید.